آقا جون سلام. خواستم بگم دوباره شبای شما رسید و من چادر سیاه مامانم رو برداشتم که حاضرشم بیام مجلس شما. شاید ماهایی که ظاهرمون امروزیه و اعتقاداتمون دیروزی خیلی طعنه و کنایه ها رو تحمل بکنیم، ولی مهم نیستن. همین که شما ما رو با تمام خیره سر بودنمون، با تمام اینکه خیلی جاها از سر جوانی و جهالت به حرفتون گوش نکردیم به مجلستون دعوت میکنیم، باعث میشه که ما با چش سفیدی بشینیم سر سفرتون و از سر سفرتون بلند نشیم. آقا آخه شما حساب کتابتون با این آدم ها فرق میکنه. شما مردایی، شما مشتی هستی و پرطرفدار، شما امیرالمؤمنینی. ما که هیچ وقت به گرد پای شما نمیرسیم، ولی اگه بخوایم از این شب یه چیزی یاد بگیریم، از بزرگی شما باید یاد بگیریم و ببخشیم تا بخشیده بشیم. ببخشیم و برای اونایی که بهمون رنج دادن آرزو بکنیم که منش شما رو یاد بگیرن، نه اینکه فقط زمانی که خواستن زورشون رو نشون بدن بگن یا علی. ببخشیم تا جهانمون جای بهتری بشه برای نفس کشیدن.